حق رو زیر پا نذار، خودتو زیر پا بذار. اگر دیدی که منافع تو در این است که حق رو زیر پا بذاری، منافع خودتو زیر پا بذار. انسان چرا دروغ میگه؟ به خاطر اینکه منافعی داره. منافع تو گذاشتی زیر پا، دروغ نمیگه آدم دیگه، ریاکاری دیگه نمیکنه، حسادت نمیکنه. تمام صفات بد مال این اسم منحوس ماست که منم. این اسم رو اگر خط کشیدی و محو کردی، آنچنان که نشان عشق اینه. اگر منو دوست داری خودتو به اسم من بکن، قلب تو دلت رو به اسم من بکن. نماز اگر میخونی همیشه نماز بخون، فقط صبح و ظهر عصر نباشه. اون نماز واجب یادآوری و ذکری است که انسان در طول روز و در طول زندگی بتونه اون نماز اصلی رو به جا بیاره. نماز اصلی کدومه؟ نماز اصلی اون لحظه است که انسان سرش رو در برابر حق میذاره زمین وسط بازار، میگه که نه، حق با ایشونه، من اشتباه کردم.